برای تأمین ثبات دائمی و مطمئن در کشور همه را به صلح، برادری و اخوت دعوت میکنیم. به سوی همه دست برادری دراز میکنیم. به همه اطمینان میدیم که سوابق را هر گونه‌ای که بوده فراموش میکنیم. باب تازی باز میکنیم، باب تازی از دوستی، از برادری. همه را به نفی رقابت‌های منفی دعوت میکنیم. رقابت‌های منفی که آزمودیم، تجربه کردیم ولی نتایجش خونین بود. بیاین این رقابت‌های منفی را برای همیشه به پایان ببریم. فضایی در افغانستان ایجاد کنیم که همه زیر یک چتر در افغانستان واحد، در خانه مشترک همه، خانه مشترک همه افغانان، همه اقوام، برادروار با حقوق مساوی بدون ترس و بیم از همدیگر زیر پرچم اسلام و در فضای مملو از عدالت برادروار زندگی کنیم. بیاییم به خاطر خاتمی جنگ و تأمین صلح پایدار دست برادری به هم دیگر بدهیم. تعهد کنیم که بعد از این در کشور خود حالتی را فراهم میکنیم که برای انتقال قدرت از دستی به دست دیگر نه یک مرمی انداخت شود و نه یک قطره خون به زمین بریزد. اقتدار از یکی به دیگری مطابق تصمیم نهایی اکثریت ملت ما انتقال بیابد.